سلام برای بچه، حال شما چطوره؟ خوش اومدیم به چنل علیرضا والیبال. برای بچه امروز اومدم 5 تا تکنیک طلایی والیبال رو بگم که توی زمین و مسابقات والیبال یا حتی توی بازی‌های ساده‌تون خیلی به دردتون میخوره و میتونین به یک والیبالیست خفن تبدیل بشین. برای بچه این تکنیکایی که بهتون میگم رو باید بهش خوب مسلط باشین. در ادامه بهتون اشاره میکنم که کدوم بازیکن باید روی چه تکنیکی بیشتر کار کنه. حالا میریم سراغ این ویدیو. برای بچه اولین تکنیکی که هستش سرویس موثره. سرویس موثر چیه اصلا؟ سرویس موثر یعنی این که شما بتونید توی سرویستون وقتی رفت توی تیم مقابل دریافتی نشه و سرویس صاف بخوره توی زمین حریف و کلا ناکوت بشه حریف و یک پوان مستقیم از سرویستون دریافت کنید. این خیلی برای تیم موثره و میتونه یک بازیکن 5 تا پوان یهویی بگیره. اصلا خدا رو چه دیدی، میتونه چند تا دیگه هم بگیره، همینطوری پشت سر هم سرویس اگه اون قدرت و پتانسیلش داشته باشه. حالا میخوام بهتون بگم چجوری میتونید سرویس موثر داشته باشید. سای والیبال همونطوری که میدونید سرویس موجی داریم، سرویس جهشی داریم، سرویس پرشی داریم. خب سرویس ساده هم که داریم. حالا توی هر کدوم از اینا تکنیک خاصی اجرا میشه که میتونه تبدیل به سرویس موثر بشه. برای اولین چیزی که توی سرویس موثر مهمه هدفه. چرا هدف؟ چون که باید یک جایی رو انتخاب کنید که حریف گیج بشه. هدف داشته باشید که شما نزنید توی دست لیبرو اول و چون که لیبرو دریافت کننده و بیشتر توپا رو جمع میکنه. بهتره که لب خط باشه سرویس یا که میتونید آروم بزنید سرویس و برسه به خط 1/3 که حتی اونجا درگیر بشن بازیکن‌ها و دریافت سخت میشه اونجا. نکته دیگه ای که هستش اینه که بین بازیکن‌ها بزنید. خب عقب زمین وقتی هستن برای دریافت نشستن و اینا، شما بین این بازیکن‌ها بزنید، یعنی بین منطقه 6 و 5 بزنید، درصد بالای توپان رو می‌گیرید. چون که قاطی میکنن بازیکن‌ها. منطقه خاص پس بزنید و اونو هدف حتما بزنید. بچه‌ها روی هدف تمرین کنید دیگه. یه منطقه ای رو با حلقه ها انتخاب کنید و وقتی که حلقه ها رو گذاشتید همون داخل اون حلقه ها سرویستون رو بزنید. ببینید میخوابه آیا یا نه. اگر نخوابید دوباره تلاش کنید و سعی کنید که داخل حلقه باشه سرویستون. به نکته دوم، تمرین سرعت و قدرتتون. بچه ها توی قدرت پس باید وزنه بزنیم حتما و روی شونه ها و بازو مچمون کار کنیم. بچه ها یه تایمی رو انتخاب میکنیم 10 دقیقه یه رو باشه، میریم پشت خط سرویس و سرویسی که توی مسابقه میخوایم بزنیم رو روش تمرین کنیم. خب حالا میخوام موجی باشه، میخوام پرشی باشه، هرچی باشه. بعد اینو تمرین میکنین، بعد ببینید چند تا درست زدین، چند تا خراب کردید سرویس رو توی اون یه رخ. و حالا دفعات بعدی جبرانش کنیم و اشتباهات رو کمتر کنیم. بچه‌ها توی سرویس جهشی باید شما تعادل داشته باشید، زمانبندی مناسب داشته باشید، پرش خوبی هم داشته باشید. خب سرویس قشنگ هدایت بشه.
نکته پنجم بچه‌ها فیلم برداری و بازبینی. چی؟ میرین خط سرویس به مربیتون میگین، به بچه‌هاتون میگین، دوستاتون میگین که بیاین یه فیلم از من بگیرن و حالا اون سرویس رو شما انجام میدین و فیلمشو میبینین. اون اشتباهات رو تحلیل میکنین و دفعه بعدی درستش میکنین. نکاتی که برای سرویس میتونستم بگم. دوم چیه؟ خب باید دریافتمون درست باشه. خب برای دو نوع دریافتی که مقابل اسپک انجام میشه، دریافتی که مقابل سرویس انجام میشه. سرویس رو میزنید یه موقع باید دریافت کنید، اسپک رو میزنید دریافت باید کنید. خب باید چجوری باشه بدنمون که توپ دچار تغییر مسیر نشه و انحراف ایجاد نشه که بره مثلا در دیوار تماشاچی‌ها. باید گارد والیبال رو رعایت کنید، پاهاتون به عرض شونه‌تون باز باشه و زانوها هم کم باشه. وزن بدنتون رو بچه‌ها روی پنجه‌های پاهاتون میذارید تا بتونید جابجایی خیلی آسان‌تر انجام بدید. بعد دستاتون صاف مقابل خودتون قرار بگیره و ساعدتون هم صاف باشه، یعنی اینطوری نباشه و ساعد صاف باشه. خب آرنج صاف قشنگ مرتب که قشنگ روی توپ روی سطح صاف قرار بگیره. اگه کج بشه که قشنگ اینطوری مثلا باشه، ساعد کلا انحراف ایجاد میشه توی توپ و دچار از دست دادن توپ. انگشتای دستتون هم بچه‌ها باید به این شکل باشه، نه که بیاید اینطوری مثلا ساعدتون رو اینطوری بگیرید. باید قشنگ کلا و بچسبه و خیلی مرتب میتونید دریافتتون رو. سومین چیز خیلی مهمه، نکته مهم سوم اینه که دید و تمرکز داشته باشیم. دید و تمرکز خیلی مهمه. باید این مسیر توپ رو ببینید، نباید اصلا از توپ بترسید، فشارتون رو ببندیم یا اصلا فشار این که بشیم که کجا رفت تو کجا نگیرم توپ. باید قشنگ تمرکز داشته باشیم. توپ رو وقتی که داره اسپک زده میشه یا سرویس داره زده میشه ببینیم داره کجا اصلا فرود میاد، به سمت شما هست یا اصلا نه. خب اینا رو اصلا بسنجیم و قشنگ چشمتون بیفتید باشه، هیچ چیزی رو نبینید، فقط توپ رو نگاه کنید.
ماده طلایی سوم چیزی نیست جز اسفنج. خیلی از بچه‌ها دوست دارن سریع یاد بگیرن، ولی اصلا عجله نکنید. خب و باید اول از گام اسفنج شروع کنید، یعنی اصلا تو کاری نشه باشه. خب باید گامتون رو اول خیلی روش کار کنید، خیلی مهمه. زمان بندیتون مناسب باید باشه. با پاسور وقتی پاس داره میده باید زمان بندی داشته باشین که کی بالا باشین اصلا پرش رو انجام بدید، کی دستتون اصلا بیاد روی توپ، کی مثلا اصلا تکون بخورین از سر جاتون برین سمت توپ. اینا همه مهمه. اون تماسی که با توپ دارین رو حتما با مچتون بزنین، نه که از بالا باشه دستتون قشنگ، نه از بالا ضربه رو بزنین، نه که از اینجا مثلا بزنین. قشنگ همه اینا رو رعایت کنید. حرکاتی که پرش رو قوی میکنن انجام بدین و به مرور زمان خود پرش زیاد میشه. شما تمریناتش رو انجام بدید، نتیجه رو میبینید. تکنیک 4 طلایی اینه که دفاع چجوری. دفاع خیلی مهمه. غیر لیبرو تیم همه باید دفاع کنن، مخصوصا سرعت زن. چرا؟ چون دفاع وسط دیگه. بعد هر طرفی که توپ بره باید دفاعش کنه، یعنی قدرت بزنه، پشت خط بزنه، فلان بزنه، سرعت زن تیم مقابل بزنه. اون باید بره همه جا بره دنبال توپ دفاعش کنه. اصلا کار سرعت زن یکی دفاع کردن، یکم زدن سرعتیه دیگه. دستاتون باید اینجا آماده باشه. خب نه که بیاین دستاتون بذارین بغلتون و هیچی به هیچی. باید آماده باشه دستاتون، پا و عرض شونه باز باشه و وقتی که شروع به اسفک کردن شما باید چشمتون باز باشه، اون جایی که داره اسفک انجام میشه رو دفاع کنین، نه که برین توی کلا یه بار دیگه دفاع کنین و این حرفا. حالا دیگه خودتون باید چشمتون رو قشنگ باز کنین. میدونی کجا سرویس هم اسفک میزنن؟ باید پرشتون هماهنگ باشه با کی؟ با اونی که اسفک داره میزنه. یعنی وقتی اسفک زده شد شما هم بریم بالای تور باشید و یعنی نشه که اون سرویس بزنه شما با پینگ 999 بریم بالا، بعد 2 ساعت بعد بریم بالای تور و دفاع کنید. ولی باید شما همزمان با اون طرف مقابلی بالای تور باشین و شما بلاکش کنید، مسئولش کنید توپو بره اون سمت. بچه‌ها این چیزی که خیلی مهمه باید چشیده باشه دستاتون. دستا اصلا نباید اینطوری باشه، دستاتون باز چشیده قشنگ انگار میخواین یه چیزی رو بزنین تو سرش محکم. اونطوری همونطوری دستاتون کشیده، انگشتا باز، خیلی قشنگ روی تور میگین و انجام میدین این کارو.
باشین تا اینجای ویدیو رو حتما چنل رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و کامنت هم بذارید. دمتون گرمه. بریم سراغ ادامه ویدیو. آخرین نکته و مهمترین نکته، هماهنگ باشین با تیمتون، یعنی ارتباط تیمی داشته باشین. حتی از اونجایی که پاسور منیجر تیمه و با همه باید صحبت کنه، باید اینایی که پاسورن قشنگ تیمشون رو بشناسن، قشنگ اون بازیکن‌ها رو بشناسن، قشنگ باید تحلیل کرده باشن، با هم دیگه بازی کرده باشن، تمرین کرده باشن، باید همه رو بشناسه و بدونه که چه پاسی میخواد مثلا این بازیکن. چیزی که خیلی مهمه اینه که انرژی مثبت بدین به تیمتون، نه که مثلا یکی باز مثلا پوان رو خراب کرده بگیرین تا یا خالدون دهنش رو سرویس کنین. خب باید بهش انرژی مثبت، اب نداره حالا بیا دفعه بعدی جبرانش کنیم. امتیاز 25 مثلا بود دیگه، حالا اون موقع کاری ندارم، میتونین هر کاری کنین باشه. ولی اگه حالا امتیاز مثلا روی نرمال بود، این نداره، کنترل کنیم و بازی رو ادامه بدیم، بعد رویه بدیم که دوباره برگرده بازی، نشه که خرابتر کنه. خیلی مهمه رویه داشتن و اینکه حتما با هم دیگه محبت رو داشته باشیم. جمع که تا آخر ویدیو همراهمون بودید. حتما لطفاً لایک رو بکوب، سابسکرایب یادت نره و حتما کامنت هم بذار. تا ویدیو بعدی پیس اوت.